مهاجرشوی اهالی سوغد می افزاید. صف زنان مهاجر شده نیز بیشتر از سالهای قبلی است. پیشوای داعش کشته شد. داعش رهبری نو خود را اعلان کرد. حکومت طالبان از بازداشت 2000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر داد. در ولایت سوغد مهاجرشوی اهالی نظر به سال گذشته افزایش یافته. در دوام 10 ماه سال روان از شهر و نواحی ولایت 193684 نفر به مهاجرت مهنتی رفتند که از این تعداد 56747 نفر را زنان تشکیل می دهند. در عموم تعدادی به مهاجرت رفتگان نظر به سال گذشته 54301 نفر زیاد است. دلاور مرادوف سرمتخصص ریاست خدمات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در ولایت سوغد در این باره به خبرگزاری از پلوس خبر داده گفته است که روند مهاجرت زنان به کشورهای خارجه افزایش یافته. تنها از شهر و نواحی ولایت سوغد نسبت به همین دوره سال گذشته 27909 زن بیشتر به مهاجرت رفته‌اند. در میان شهر و نواحی ولایت سوغد از شهر کانی بادام از همه زیاد شهروندان به مهاجرت رفتند. از این شهر دوام 11 ماه سال روان 21283 نفر به خارج از کشور سفر کردند. این نشان دهنده نظر به سال گذشته 2942 نفر زیاد است. در میان منطقه های گوناگون ولایت سوغد در کوهستان مسچاه مهاجرت کمترین به قید گرفته شده است، اما این هم نسبت به سال گذشته زیاد می باشد. در همین حال بنابر مشاهده ها تقریباً 40% دروازه منزل شهروندان در اکثر ناحیه های ولایت سوغد بسته است. صاحبان این خانه ها به قصد مهاجرت تاجیکستان را ترک گفته‌اند. گروه تروریستی دولت اسلامی روز چهارشنبه اظهار داشت که پیشوای گروه ابو حسن الهاشمی القریشی در جنگ کشته شده، به جای او رهبر نو تعیین شده است. طور خبرگزاری العربیه اطلاع می‌دهد هاشمی در جنگ کشته شده است. چگونه و کی هلاک شدن هاشمی اما در خبر ذکر نشده است. درباره اش معلومات زیاد نیست. خبرگزاری می نویسد هاشمی 42 ساله از عراق بود و اول سال روان رهبر گروه شده بود. به اطلاع منبع نام پیشوای نو داعش ابو الحسین القریشی اعلان شده است. گفتنی است پس از پیشرفت‌های با سرعت در عراق و سوریه در سال 2014 وقتی که داعش قلمروهای وسیع را ضبط کرد، خلافت خودخوانده زیر موج حمله ها فرو غلتید. داعش سال 2017 در عراق و 2 سال بعد در سوریه شکست خورده، اما بخش‌های کوچک این گروه حمله ها و عملیات تروریستی خود را در هر دو کشور ادامه داده از حمله های مرگبار به دیگر کشورهای جهان نیز خبر می‌دهند. رهبر پیشین داعش ابو ابراهیم القریشی ماه فوریه سال روان در جریان رید ایالات متحده آمریکا در مضافات ادلیب شمال سوریه کشته شد. پیشوای از او پیشتر ابوبکر البغدادی نیز در ادلیب ماه اکتبر سال 2019 کشته شده بود. مسئول مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 2000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داد. مسئول مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان عبدالحق همکار اخیراً اعلان کرده است که در دوام 1 سال 45 تن مواد مخدر را نیز کشف و مصادره کرده اند. عبدالحق همکار می افزاید هیچ کس اجازه کشف جریان خرید فروش مواد مخدر را ندارد و با خلافکاران برخورد قانونی صورت می گیرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد چند پیش در گزارشش گفته بود که تولید مواد مخدر در افغانستان به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است. اینچنین سازمان ملل متحد خبر داده بود که در افغانستان افزایش به شدت مواد مخدر ثبت شده، درآمد از کشت آن قریب 3 برابر زیاد شده است. از روی معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد، در این زمان پرورش افیون در افغانستان نسبت به سال گذشته 32% افزوده به 233,000 گکتار رسیده است. به اطلاع منبع درآمد کشاورزان افغان از فروش این مواد از 425 میلیون دلار در سال 2021 تا به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است.